زانوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بر گردن مهاجر افغان. این حادثه روز پیش در روستای آب سرد شهرستان دماوند ایران اتفاق افتاده. تقلای مادر این نوجوان برای نجات فرزندش بی نتیجه است. مامور لباس شخصی دست او را محکم گرفته و مامور انتظامی دیگر زانویش را بر گردن این نوجوان مهاجر افغان گذاشته. او به سختی مادرش را صدا می‌زند. یکی از ماموران امنیتی مادر این نوجوان را نیز با خشونت دور می‌کند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند در پی موجی از حملات نیروهای امنیتی به مهاجران زیر نام افغانی بگیر در روستای آب سرد